سلام بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 19 سپتامبر است. شما را با جمع همکارانم بعد دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. موضوعهای این نشر برنامه چنین هستند: حکم پرونده پرماجرا صادر شد. دادگاه در دوشنبه یک طبیب را سببگار مرگ دختری 17 ساله دانست و به زندان محکوم کرد. به اهمیتی و به مسئولیتی بعضی از طبیبان هرچند آنها تجربه دار هم باشند با این گونه حالتها باعث می شود. Human Rights Watch از پرزیدنت آمریکا خواست موضوع رعایت حقوق انسان را در مرکز گفتگوهایش با پرزیدنتان آسیای مرکزی قرار دهد. نبرد استقلال با الدحیل قطر کی میبرد؟ قهرمان تاجیکستان یا قهرمان فوتبال قطر؟ امیدوار هستم که بازی بسیار خوب می شود. بازی مشکل، ولی می توانیم بگیم که ما آماده هستیم. و یک خبری مهم روز دادگاه ناحیه شاه منصور رسول حاجیف یک طبیب تاجیک را با گناه راه دادن به اشتباه که باعث مرگ یک دختر نابالغ شده است به زندان محکوم کرد. قضیه مرگ این دختر در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی برانگیخته بود و تا رهبران سطح عالی تاجیکستان هم رسید. گزارش سروناز روح‌الله و نگار فضل‌الدین را می‌بینیم که امروز در نزد دادگاه بودند. دادگاه ناحیه شاه منصور رسول حاجیف طبیب تاجیک را با گناه راه دادن به اشتباه که باعث مرگ دختری 17 ساله شده است به 6 سال زندان محکوم کرد. رسول حاجیف بعد ادای جزا 3 سال دیگر حق طبیبی ندارد. رسول حاجیف طبیب بیمارستان یاری تاجیلی دوشنبه را در پیوند به مرگ سیوینچ شکورова دستگیر کردند. حادثه 8 اپریل امسال روی داد. شاعره ظهورova مادر دختر شکایت کرد که خطای پزشک سبب مرگ دخترش شده است. سبب مرگ نابالغ را شوک آنافیلاکتیکی از داروی لیدازا میگفتند. شاعره ظهورova گفت از حکم دادگاه راضی است. متاسفانه من فکر میکنم که به اهمیتی و به مسئولیتی بعضی از طبیبان هرچند آنها تجربه دار هم باشند با این گونه حالتها باعث می شود. تجربه نه، مسئولیت مهمتر است. این زندگی آدمی است. ما به طبیبان باور داریم و برای این نزد آنها می آییم. با قول شاهدان رسول حاجیف هنگام سخن آخرین در دادگاه از مادر دختر ففیده عذر خواسته گفته است هیچگاه نمیخواست چنین حادثه رخ دهد. طبیب همچنین از دادرس خواسته است پدر 4 کودک نابالغ بودن او را نیز به نظر بگیرد. در حال حاضر نظر پیوندان طبیب معلوم نیست و آنها حاضر نیستند با رادیو آزادی صحبت کنند، ولی شرکتداران مرافعه دادگاهی گفتند که طبیب بعد از حکم دادگاه اظهار ناراضگی کرده است. معلوم نیست پیوندان پزشک از حکم شکایت میکنند یا نه. در نیم سال در تاجیکستان علیه 41 پزشک پرونده جنایی باز شده است. و اکنون می رویم به آمریکا. در آستانه نشست نخستین پرزیدنتان 5 کشور آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا در نیویورک سازمان دیدبان حقوق بشر خواسته است که رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن در این ملاقات از جمله با امام علی رحمان وضع حقوق انسان را در میان گذارد. انتظار می رود ملاقات امروز 19 سپتامبر در حاشیه جلسه مجمع کل سازمان ملل دایر شود. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد. امروز در نیویورک هفته سطح عالی مجمع عمومی 78 سازمان ملل متحد آغاز می‌یابد. پیش بینی می شود که در نشست روز دوشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن و رهبران ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل متحد سخنرانی خواهند کرد. پیام پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان فردا 20 سپتامبر ارائه خواهد شد. روز دوشنبه رهبر تاجیکستان امام علی رحمان با دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش ملاقات کرد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان نوشته است که در رفت این صحبت مسئله‌های همکاری تاجیکستان و سازمان ملل متحد و نهادهای آن، اینچنین روزنامه مباحثه‌های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار داده شد. دیروز در نیویورک سمیت رشد استوار دایر گشت که در آن در قطار رهبران ممالک گوناگون عالم پرزیدنت‌های قزاقستان و قرقیزستان حضور داشتند. امروز در حاشیه مجمع عمومی
واخوری پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن با رهبران 5 کشور آسیای مرکزی مد نظر است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به مشاور امنیتی قصر سفید جیک سولیوان نوشته است که در این ملاقات امنیت منطقه، تجارت، تغییر اقلیم، اصلاحات نظام دولتداری کشورهای آسیای مرکزی و مسائل دیگر بحث می شوند. روز 18 سپتامبر دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ در اظهارات گفت حمله روسیه به خاک اوکراین توجه را به منطقه استراتژی آسیای مرکزی دوباره زیاد کرد. ولی جو بایدن نباید اجازت بدهد که این وضع به مسئله داغ حقوق بشر سایه اندازد. در اظهارات هیومن رایتس واچ از چند مورد جدی پایمال شدن حقوق انسان در آسیای مرکزی یادآوری شده است. از جمله مؤلفان گزارش دیدبان حقوق بشر از آن ابراز تشویش کردند که حکومت تاجیکستان سرکوب حقوق و آزادی‌های بنیادی انسان را در سالهای اخیر بیشتر کرده است. هیومن رایتس واچ میگوید مقامات در سالهای 2021-2022 اعتراضهای آسایشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان را بیرحمانه پخش کردند. علیه حامیان حقوق بشر با اتهام‌های ساخت پرونده گشوده از آنها قصاص گرفتند. بسیاری از سازمان‌های اجتماعی را از بین بردند. مقامات تاجیکستان به این اظهارات هنوز واکنش نکردند، اما در گذشته چنین تنقیدها را رد نموده بودند. مقامات بارها گفتند که در ولایت مختار کوهستان بدخشان گروه‌های جنایی را سرکوب کردند و روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی برای همکاری با سازمان‌های ممنوع زندانی شدند. دیدبان حقوق بشر گفته است ایالات متحده پیش از مستحکم کردن رابطه با تاجیکستان باید وضع وخیم حقوق بشر را بهتر کند و در این سمت پیشرفت‌های مشخص به دست دارد. پنج امریکایی که از زندان در ایران آزاد شدند شب 18 سپتامبر به دوحه مرکزی قطر رسیدند. رهایی آنها در عوض آزادی 5 ایرانی از زندان‌های آمریکا و دسترسی تهران به 6 میلیارد دلار مسدود شده‌اش در بانک‌های خارجی امکان پذیر شد. که مرسیاتو گزارش می‌دهد. آزادی پس از چند سال انتظاری و طلب و رد و بدل‌ها. 5 شهروند امریکایی ایرانی اصل که در ایران زندانی بودند روز 18 سپتامبر به قطر رسیدند. رهایی آنها با میانروی دوحه و آزادی 5 ایرانی از محبس‌های امریکا و هم دسترسی تهران به 6 میلیارد دلار بند مانده‌اش امکان پذیر شد. تبادل زندانیان میان امریکا و ایران پس از ماه‌ها مذاکره‌های پنهانی به دست آمده است. منابع و مقامات میگویند که قطر نقش اساسی را بازید. دوحه از ماه مارس سال 2022 میزبان چند ملاقات غیر مستقیم و پنهانی نمایندگان تهران و واشنگتن بوده است. در دورهای اول برنامه هسته‌ای ایران در میان بوده، سپس به سبب پیچیدگی موضوع آن را به تبادل زندانیان تبدیل دادند. واشنگتن ماه سپتامبر اجازه داد که 6 میلیارد دلار بند مانده ایران به بانک‌های قطر گذرند. دوحه اکنون نظارت می‌کند که حاکمان ایران این پول را به خریدن مال‌های زیر تحریم خرج نکنند. پول ایران در کره جنوبی یکی از مشتریان نفت این کشور درمانده بود. سال 2018 و بعد از سخت‌تر شدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی. امروز می‌خواهم جهان را درباره کوشش‌های ما برای پیشگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای خبردار کنم. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ کشورش را از سازش هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی بیرون کرد. این سازش سال 2015 امضا شده بود. دشمنی با امریکا همیشه بهانه گردهمایی روحانیان در ایران است. ایالات متحده پس از انقلاب اسلامی سال 1979 رشته روابط را با تهران برید. ایران از آن زمان تا حالا در بنبست سیاسی و زیر بار تحریم‌های اقتصادی رنج می‌کشد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران در شرایط افزاینده خشم مردم از مشکلات اقتصادی می‌تواند که بعضی از معامله‌ها را با امریکا تحمل کند، اما در داخل ایران باور دارند که برای به اعتدال آمدن مناسبت با واشنگتن هنوز راه دراز در پیش است.
در همین حال نمایندگان جمهوری‌خواه در امریکا رهایی پول‌های بندمانده ایران را تنقید کردند. به باور آنها جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات امریکا در اصل برای آزاد شدن شهروندانش از زندان‌های ایران فدیه پرداخته است. مقامات انتظامی در تاجیکستان مرگ مرموز دو دختر را تحقیق می‌کند که روز 17 سپتامبر خود را به دریا انداختند. جسد شاگردان کالج آموزگاری پنجکند را از دریای زرافشان یافتند و فاجعه پرسشی بیشمار ایجاد کرده است. فرزان محمدی در این باره جزئیات بیشتر دارد. در شهر پنجکند جسد دو دختر جوان را که در رود زرافشان خود را غرق کردند به خاک سپرده شده است. به گفته مقامات این حادثه روز یکشنبه 17 سپتامبر رخ داده و از روی آن تفتیشات پیشکی شروع گردیده است. لحظه به آب افتیدن دختران نابالغ در کامراهای نظارتی نیز ثبت شده است. این دو دختر 17 ساله را که به دلایل‌های اخلاقی نامناسبشان گفته نمی‌شود، قادر چاریف یک کارمند کمیته حالت‌های فوق‌العاده در شهر پنجکند از آب بیرون آورده است. و میگوید وقتی این حادثه را فهمیدم زود به جستجویش به آب درآمدم و تقریبا بعد 2 ساعت غرق گردیدنشان پیدا کردم. دستی هر دویشان به همدیگر بسته بودند. این حادثه به گفته شاهدان و از روی نشاندادهای دوربین تقریبا نصف روزی رخ داده و تا بیگاه برای تشخیص به مقامات سپرده شده است. سبب به خودکشی دست دادن آنها نامعلوم است. نزدیکان و همدرسانشان میگویند حس نکردند که آنها با مشکل درگیرند. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوق در تصدیق این خبر میگوید هر دو دختر سالهای تولدشان 2006 دانشجویان کالج پداگوژی شهر پنجکند هستند و در جسدشان نشانه‌های مرگ مجبوری دیده نشده است، اما دستهای همدیگرشان را با بند خلط بسته بودند. حالا از روی این حالت تفتیشات رفته ایستاده است، گفت اکبر شریفوف. با اطلاع دریافتی نورسان در آب به هلاکت رسیده زادگان دهه شرشره جماعت چیناری شهر پنجکند بودند. چند همصحبتی ما از دهه شرشره درباره این عائله ها گفتند که در شرایط میانه زندگی داشتند و پدر هر دو دختر هم در مهاجرت مهنتی قرار داشتند. آنها روز 18 سپتامبر برای دفن فرزندانشان آمده بودند. ولی چیزی که واقعه را اسرارآمیز کرده است دستان بسته آنها و یکجا در آب غرق شدنشان است. هر سال در تاجیکستان 10 نفر بیشتر زنان و دختران به جان خود قصد می‌کنند. روانشناسان مشکلات اجتماعی، نافهمی در عائله، فشار و مسائل ناموسی را از سبب‌های این پدیده می‌نامند. و امروز در دوشنبه یک حادثه مهمی ورزشی را انتظارند. ساعت 9 بیگاه در ورزشگاه مرکزی دسته استقلال نخستین بازیش را در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته الدوحیل قطر انجام می‌دهد. برات یوسفی گزارش می‌دهد. ایگور چریفچенکو سرمربی تیم فوتبال استقلال یک روز قبل از سبقت با تیم الدوحیل قطر گفت از این بازی هر نتیجه را انتظار شدن ممکن است. همه تیم‌ها قهرمان‌های کشور خودند. انتظارم که ورزشگاه از مخلصان پر خواهد شد. مخلصان این بازی را انتظار بودند که لیگ قهرمان‌ها به تاجیکستان برمیگردد. یکی از بازیگران کلیدی دسته الدوحیل قطر فیلیپ کاوتینیو و چند نفر دیگر با سبب آسیب دیدن در این بازی شرکت نمی‌کنند. اما ارنان کرسپو سرمربی تیم الدوحیل وعده داد همه کار را می‌کنند تا مخلصانشان را شاد نمایند. بسیار خوشحالم که اینجا قرار داریم و در لیگ قهرمان‌های آسیا بازی می‌کنیم. امیدوار هستم که بازی بسیار خوب می شود. بازی مشکل، ولی می توانیم بگیم که ما آماده هستیم. بر اساس نتایج قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان AFK 2023-2024 قهرمان تاجیکستان در گروه ی با دسته‌های پرسپولیس ایران، الدوحیل قطر و النصر عربستان سعودی رقابت می‌کند. از روی نتیجه‌گیری مرحله‌های گروهی لیگ قهرمانان کنفدراسیون فوتبال آسیا در مجموع 16 دسته به یک هشت فینال راه پیدا می‌کنند. بینندگان عزیز، نتیجه این بازی را از وبسایت رادیوی آزادی بفهمید و فرصت برنامه در همین جا به پایان میرسد. منت داریم که تا این لحظه ها با ما بودید.